جنابند نوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 30 هیلونی 2025 سیشم لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدار نیجام نوچه پیشکش بکن دم آزادی بر آپویه چاندار کمیسیون دوی به عبدالله جالان را هفدیتینه بکه مافی هیوی پیکوره پارلمانتری دم پارتی جنگیز چاندارانی زمانکو یک جوتمه به وبونا مجلس ره و پیواشه کمیسیون بلز ببه و بریار بلز بینگرتن دوی کمیسیون بی درنگ بکه و اکتور سرکه ی پیواشه ریبر اپو گهتاری بکه چاندار دیار کرد که ده هفته بوری ده چو سردان سیاست مدار سلاطین دمرتاشو سرچوک مزراقلی و گد او برنگه که هری خورد پشکریه ددن پیواشه اگر مافی هیوی نه روجوه و داخوازن گل نه این پیشوازی کرن و دمه تنگاسی اگلو حاله هیه لطیر که رهره من کردان پشکریش سری هشته زیده تره لیدم اکو گوتن تی سر باوریا به دولت ره و دسلاتاری ریجه دکوش سری چلی اف جی تی واته اکو دولت و دسلاتاری داخوازن کردان ده تو گاو ناویتنه اف جی نقطه که پر حساسه چاندار گوت دوی سلاطین دمرتاش سلچوک مزراقلی و گرتین که 30 سالن گرتینه دملده سورن بردان جخواه بریار دادگاه مافی مرووانا اوروپایی جی هیه کسین که 30 سالن گرتینه جخواه دوی ورن بردان چاندار گوت که برزو جالان اکتور سرکه یه و فواجویه برز دولت باحچلی گوت که او مافی هیوی لبرچوان بگرن دوی کمیسیون دملدست گوتاریا ریبرافو بکه و پیویست سوزا مافی هیوی جی بکه روژوه اگر افنه کرن و به صدما ختماندن پیوشوی چارەسەری واشتی چاندار دداوی ده بحثا احتمال هفدیتنین لگل ریبرا پوکر و گد لگوری آگاهی منور گرتنه احتمال هیا که از بچه میرالیه اگر بخواندن اکچه به از بچه میرالیه و پشتی 32 سالان دویمین جار برز عبدالله جالان ببینم ساروهان اولوچ کمیسیون ده بره راپور هفدیتینه بکه یا نه ده چه راپور آماده بکه پشتی ریبه راپور بانگاشتی و جوکا دموکراتیک کر پیواجوه کاتس بکرن دوی چارچوبه ده دبن سیوانا پارلمنتویا ترکیه ده کمیسیون کاتاوا کرن کمیسیون جی 5 تباخه و دست به هفدیتینان کرد پارلمنتویا ترکیه ویسی به یک جوتمه دست به خباتا سالانو یا یاسادانی نمکه لهینجی کمیسیون هفدیتین به ریبه راپور پیک نانیه درباره مجاره ده اندام کمیسیون پارلمانتری دم پارتی ساروهان اولوچاقفی اولوچوها گوت ما پیشنیار خوایال سر مجاره و گوت او گرینگی اوی آنی زمان لیمهین به آوی که فرمی نانی روژوا کمیسیونه اگر آماده کری که اوها نهات بانا کرن و مجار هات بانا روژوا کمیسیونه ده انجام انوی بریسک بونا جبر و ما پیش آماده کاری کر و بگومان دیوار روژوی ده جوین پشته ام بریاروی بگرن تکلداری مجاره ام به نومان کورتولموش رجی آقفین دنافبر هفته که حتی 10 روزانده و یک دو جوین اندن چه ببن او انجام ورگرتن بارو و ریخستن حقوقی آمده تجدید لسر عبدالله جالان دوی برا کرن باروی آمده او هدایا شاخ آمده و تو هایدره راپورا بین پیکرنا مافی مرووانا لگرتیگهان آد 2 ماهان اشکره کرن انداما کمیسیونا شوپاندنا گرتیگهانا باروی آمده رهان گک راپور خواندو بالکشان سروان خالان دوی تجدید لسر عبدالله جالان جهوله برا کرن دوی داویل اشکنجه و کردیان خرابین ریک و پیک این لگرتیگهان بین آنین پیویست مکانیزمین شوپاندن ین سر بخواه بین خبتاندن دمل دست دوی که مافی تنروسیه به مسوگر کرن سروک باروی آمده عبدالقادر گلچ جیرا گاند که بین پیکرن لناوا گل بوی سدما بهیوی بونه و دستیشان کرد که دوی مافی گرتیان تاول بجیه بیانین شانده جنانا روژاوا لزوریه به دوستین خواره جویا شانده جنانا باکور و روجلت سوریه لباجار زوره سویسره برای خستن جنان و کومن پشتوانی رجویا شانده تکلداری تکوشینا جنان ازمونین خسریه و لگرینا چارەسەری دموکراتیک پیامدان شانده جنانا باکور و روجلت سوریه ده ساعت نیورو ده بشتاری وشانا تایبتا رادیو لورا بو و تکلداری گشدان لسوریه و روژاوا گاهیدان اندام شانده دستنشان کنن که آرمانجا سردان ده اوروپای تفکاری جبو آواکرنا سوریه که دموکراتیکه
دزاتین شویده شانده تبلی جوینا مالا گره یا فمینیست بو. شانده ده جوینه ده گشدانین لحرم را گاندن سازی جنان. شانده هفدتین خوین اروپایی را گاندن وانی زمان کو گلک ولات نخوازن مسئله کرد بکن روژف. لبله مجار به تایبتی جی ترکیه لسر روژف و نونتوی هاتیه رونشکاندن. دلگاسیون اشارت به رولا سویس ریا تکلداری مافی مروان و دموکراسی کرو گد لبله حتی نها دولت سویس را رستک باش نلیستیه. طالبان اینترنت لسر افغانستان قد کرد. چافکانیه که دنبا طالبان ده جعاف پیرارا گاند که تغییر هیا دمکنه دیار اینترنت لسر تواهی ولید خود کریه. همان چافکانی که نخواست ناف خواهش کرده بکه برای خودکرنا اینترنت گود تو ری باز آن سیستم کدنین را گاندن نینن. خودکرنا اینترنت ده باندور لخباتین بانکایان گمرک و هر تشتی لولید بکه. ریخستنا چافدریا اینترنت و ابلهیا سیبر نت بلوکس را گاند که را گاندنا گشتی یا نتوی نهاج سدی یک کمتره. لولات اینکو بنسازی را گاندن یا بهز تونه یه خدمت تلفن پرانی بریا اینترنت و خطین فیبر اپتیک تینه گریدان. نت بلوکس را گاند که خودکرنا اینترنت فیبر اپتیک دیبه به سده مغستن کرنا خدمت تلفن موبیل و ثابت جی. 16 ایلونه بردف که پارزگاه باکور بالکه آتالله زاید به فرمان سروک طالبان هیبت الله آکوندزادا خدخه کرنا توهای اینترنت فیبر اپتیک و گرتنا توره را گاند. زاید لسر مدیا دیجیتال اف نویساند. اف تدبیر جبو تکوشینا لدیجی خرابی هاتنه گرتن. دوی وبجیر کرن آلترناتیف لسرانسر والد ورن پیدا کرن داکو هوجدارین راگاندن بچیه ورانین. تفگر طالبان جده ماکل افغانستان بویا دستلاتار سیاست هشک لدیجی گل به تایبتی لدیجی جنان پیکتینه و ده همو قادان ده مافی جنان سینوردار کرنه. سلیمان چارنوا ده 25 جوتمه ده امه به میلیونان را دخواست آشتیه بکن. کوم آمد به تفکاری شهرداری آمده کاریان دکه که پشتی 27 سالان لآمده کنسره بده. اندام کوم سلیمان چارنوا گوت ام پر بکل جانن. او یک جبو ما جکنسر بده تره دوام چیرو کوم یا نیفشوماییه. مدخون خواده لکولان نامده ستراند گوتن. او کنسر جبو ما خونه که. سلیمان دستیشان کرد که او دیندار گل آمدن اوها دوام کرد. امید 25 جوتمه ده به جوشه در کون سرده که او جبو آشتی و چاره سری سرانان بیشن. کوما چارنوا ده سال 1988 ده لفاکولته تپه یا انقره او حاجه تپه جالی خوندکاران و هاتاوا کرن. اندامین دستپیک ین کومه عبدالملیک شیخ بکر، گلشن چتین، ساواش چاکماک، روحات کوتلای، فکری کولتای، مصطفی کارت و احمد کایابون. وان سال 1990 ده ستران کلیلک آزادی ستران و کرن آلبوم جی دنگ ودا پشره گلک هنرمند تبلیغ کومه بون آلبومین آگر و مروف و درگوش وشاندن. عبدالملیک شیخ بکر دی ایران سال 1991 ده تبلینا و رفین گریلا بو و ده سال 1992 دیانده شهید بو. اندامین کوم آمد جبر سدمین سیاسی نچارمان لولات اروپای سرلیدانا پنابریه بکن. امریکای صد حمالاتی ایرانی درسی نور کرد. هات را گاندن که امریکای نزی صد ایرانیین که نهاتن اشکره کرن کی دناف ده شاند ولاتین وان. لگوری نوشایا نیویورک تایمز کار درسی نور کرنه پشتی مذاکرین دناف بر واشنگتن و تهران ده پیکات. گدار هجام منوچه پیشکش کرن دن باش.